به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در حوزه ادبیات جهان شروع میکنیم. کتاب بادبادک باز نوشته خالد حسینی، ترجمه حمیدرضا بلوچ، که در سال 1395 در تهران توسط نشر راه معاصر چاپ شده. ابتدا نوشته رو در پشت جلد کتاب برای شما میخونم و این کتاب هم از سری نوشته های آقای حسینی بدون هیچ مقدمه و پیشگفتاری شروع شده و از فصل اول کتاب رو با هم شروع خواهیم کرد. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب. جنگ و آسیب‌های طالبان افغانستان را چنان متأثر ساخته که انتظار پدید آمدن اثر ادبی فاخری از آن نمی‌رود و نویسندگان افغانی اغلب مجالی برای شنیده شدن آثارشان خارج از افغانستان نمی‌یابند. خالد حسینی نویسنده افغان کسی بود که با رمان زیبا و پر احساس بادبادک باز این تصور را تغییر داد. بادبادک باز روایتی از عاطفه و خیانت است. امیر پسر بیمادری که تمام عشق و محبت خود را از بابا طلب می کند. بابا که پشت چهره بسیار خشن قلبی مهربان دارد و حسن خانزادی که رابطه بسیار نزدیکی با امیر دارد و ماجرای دردناک ظلمی وحشتناک به حسن که او آن را از چشم امیر می‌بیند و امیر که هرگز خود را از بار گناه دوران کودکی آزاد نمی‌بیند. خالد حسینی در بادبادک باز روایتگر عذاب وجدانی است که ریشه آن به دوران کودکی باز می‌گردد و برای قهرمان داستان راهی جز بازگشت به سرزمین مادری و روبرو شدن با کفاره گناه خود باقی نمی‌گذارد. خالد حسینی این هسته قدرتمند داستان را با شخصیت پردازی قدرتمند و توصیفات ناب از کابل قدیم، بوی دود کباب بره، عینک ته استکانی، داستان نویسی زیر درخت انار و بادبادک بازی در آسمان آبی به گونه‌ای می‌آراید که پیش از اتمام خواندن داستان کنار گذاشتن آن امری بسیار دشوار خواهد بود. فصل 1. دسامبر سال 2001. شخصیت من در حقیقت در سن 12 سالگی و در یک روز سرد ابری فصل زمستان در سال 1975 شروع به شکل‌گیری کرد. آن لحظه را دقیقاً بیاد دارم. در پشت دیوار کاهگلی خرابه‌ای خم شده بودم و داشتم کوچه کنار نهر یخ‌زده را تماشا می‌کردم. سالها از این ماجرا گذشته است، اما من فهمیدم که آنچه درباره فراموش کردن گذشته‌ها می‌گویند چندان صحیح نیست، چرا که گذشته با سماجت راه خود را به زمان حال باز می‌کند. اکنون که به گذشته برمیگردم می‌بینم در تمام این مدت 26 سال دائم به همان کوچه متروک دوران کودکی خود بازگشتم و خاطرات مربوط به آن سالها را نشخوار کردم. یکی از روزهای تابستان سال پیش بود که دوستم رحیم خان از پاکستان به من تلفن کرد و از من خواست به دیدنش بروم. همانطور که توی آشپزخانه ایستاده بودم و گوشی دستم بود در فکر فرو رفتم که این فقط رحیم خان نیست که پشت خط تلفن است، بلکه آن گذشته سراپا گناه هم نیز هست که هنوز تقاصش را پس ندادم. بعد از آن که گوشی تلفن را گذاشتم از خانه بیرون زدم و برای قدم زدن به کنار دریاچه اسپرکلز در قسمت شمالی پارک گلدن گیت رفتم. پرتو آفتاب بعد از ظهر بر روی آب می درخشید. چند قایق کوچک بر روی آب شناور بودند و با وزش نسیمی خنک به آرامی حرکت می کردند. سر بلند کردم و به آسمان نگاه کردم. یک جفت بادبادک قرمز دیدم
که با دنباله های آبی رنگ خود در آسمان اوج گرفته بودند. بادبادک ها بر فراز درخت های قسمت غربی پارک در بالای آسیاب های بادی می رقصیدند و همچون یک جفت چشم معلق بر آسمان به شهر سانفرانسیسکو که حالا شهر من محسوب می شود نگاه می کردند. در همان لحظه ناگهان صدای حسن در سرم پیچید. هزاران بار جانم به فدایت حسن. بادبادک باز لبشکری دوران کودکیم بود. روی یکی از نیمکت‌های پارک کنار درخت بید مجنونی نشستم. به یاد جمله‌ای که رحیم خان قبل از گذاشتن گوشی تقریباً برای پاک کردن گذشته سراپا گناهم برایم گفت افتادم. هنوز هم راهی برای جبران تقصیرات هست. به بادبادک‌ها در آسمان خیره شدم. به حسن فکر کردم. به یاد بابا علی افتادم. به یاد علی، کابل و زندگی خود در آن سالها قبل از آنکه زمستان 1975 از راه برسد و همه چیز را تغییر دهد و مرا تبدیل به کسی کند که امروز هستم. فصل دوم. من و حسن در دوران کودکی از درخت‌های سپیدار جلوی خانه پدرم بالا می رفتیم و با تکه آینه شکسته نور خورشید را به داخل خانه‌های همسایه می‌انداختیم و اذیتشان می‌کردیم. با پاهای آویزان برهنه و جیب‌های پر از گردو و توت خشک روبروی هم بر روی دو شاخه بلند درخت می‌نشستیم و به نوبت آینه را می‌گرفتیم و توت می‌خوردیم و خنده کنان آنها را به طرف هم پرتاب می‌کردیم. هنوز هم حسن را بالای آن درخت می‌بینم در حالی که نور آفتاب از لابلای شاخ و برگ درختان در روی صورت گرد او افتاده است. چهره‌اش شبیه عروسک‌های چینی بود که از چوب سخت تراشیده باشند. بینی پهن، چشم‌های ریز بادامی شبیه برگ‌های خیزران که با بازی نور در آنها به رنگ طلایی، سبز یا حتی آبی در می آمد. هنوز هم آن گوش‌های کوچک و آن چانه تیزش که انگار همچون زائده‌ای به زیر لب‌هایش اضافه شده بود و لب شکافته‌اش را که گویی ابزار در دست استاد عروسک‌ساز چینی کمی لغزیده یا خسته و بی‌دقت شده بود به یاد دارم. گاهی همانطور که بالای درخت نشسته بودیم به حسن می گفتم که با تیر و کمان خود به طرف سگ همسایه که فقط یک چشم بیشتر نداشت گردو پرتاب کند. او اصلاً دلش نمیخواست این کار را انجام دهد، اما اگر من از او میخواستم، اگر از ته دل میخواستم این کار را میکرد. هرگز در هیچ مورد نافرمانی نمیکرد. ضمناً مهارت خیلی زیادی در تیر و کمان داشت. گهگاه علی پدر حسن ناگهان از راه می رسید و خشمگین، البته تا آن حد که از آدم مهربانی مثل او برمی آمد، با دست اشاره می کرد که از درخت پایین بیاییم. بعد آینه را از دستمان می گرفت و همان حرف مادرش را برای ما تکرار می کرد که شیطان هم با آینه به مسلمانان نور می اندازد تا حواس آنها را در موقع نماز خواندن پرت کند. بعد در حالی که با اخم به حسن خیره می شد ادامه می داد: وقتی هم که نور می اندازد قاقاه می خندد. حسن سرش را پایین می انداخت و زیر لب می گفت بله بابا، اما هرگز مرا لو نمی داد و هرگز نمی گفت که آینه و پرتاب گردو به سگ همسایه با توصیه و پیشنهاد من بوده است. دو ردیف درخت سفیدار در طرفین راه ماشین رو صف کشیده بودند و به دو لنگه در فلزی ختم می شدند که به ملک پدرم باز می شد. قسمت مسکونی در سمت چپ و حیاط خلوت در انتهای آن قرار داشت. همه معتقد بودند که بابای من قشنگترین خانه را در محل وزیر اکبرخان که از نظر محلات اعیان نشین شمال کابل به حساب می آمد دارد. حتی به نظر بعضی ها خانه ما قشنگترین خانه در شهر کابل بود. ورودی پهن که در دو طرف آن گلهای رز صف کشیده بودند به خانه بزرگی با کف
مرمرین و پنجره‌های قدی ختم می‌شد. خانه دارای 4 حمام بود که کف آنها را کاشی‌های ظریف و زیبایی که بابا خودش از اصفهان خریده بود می‌پوشاند. قالیچه‌های زربافتی که بابا از کلکته خریده بود دیوارها را تزیین کرده و چلچراغ کریستالی بزرگی نیز از سقف گنبدی آن آویخته شده بود. اتاق خواب من و بابا و اتاق مطالعه او که به اتاق سیگارکشی معروف بود و همیشه بوی تنباکو و دارچین میداد در طبقه بالا قرار داشت. بابا و دوستانش بعد از آنکه علی شامشان را میداد توی این اتاق روی مبل‌های سیاه چرمی لم میدادند و چپق‌هایشان را پر میکردند و در مورد 3 موضوع دلخواه خود یعنی سیاست، تجارت و فوتبال حرف میزدند. گاهی اوقات از بابا میخواستم به من اجازه دهد که من هم پیش آنها بروم، اما بابا جلوی در میایستاد و میگفت بزن به چاک سر، اینجا جای بزرگ هاست، چرا نمیروی کتابهایت را بخوانی؟ و در را میبست و من را با این پرسش تنها میگذاشت که چرا همیشه بزرگترها باید با او باشند. من هم پشت در می نشستم و زانوی غم بغل می گرفتم و گهگاه 1-2 ساعت به حرفها و خنده هایشان گوش می دادم. اتاق نشیمن طبقه پایین به صورت قوسی شکل بود و گنجه هایی سفارشی ساخت در همه جای آن نصب شده بود و در داخل آنها قاب عکس‌های خانوادگی گذاشته شده بود، عکس‌های قدیمی و رنگ و رو رفته از بابا بزرگم و نادرشاه در سال 1931. 2 سال قبل از قتل نادرشاه هر دو با چکمه‌های بلند تا زانو، تفنگ بر دوش در حالی که بالای جسد آهویی که شکار شده بود ایستاده بودند. عکسی هم از شب عروسی پدر و مادرم به چشم می‌خورد که در آن بابا کت و شلوار مشکی شیکی پوشیده بود و مادرم شاهزاده خانم جوانی که لبخند بر لب داشت و لباسی سفید به تن داشت. عکسی هم از بابا و صمیمیترین دوست و شریکش رحیم خان بود که جلوی خانه در کنار یکدیگر ایستاده بودند و هیچ کدام لبخند نمی‌زدند و بابا خسته و در هم بود و من کنار او ایستاده بودم و در همان حال انگشت کوچک رحیم خان را در دست گرفته بودم. دیوار قوسی شکل در ادامه به اتاق ناهارخوری می رسید که در وسط آن میزی از چوب ماهون قرار داشت که 30 نفر مهمان به راحتی می توانستند دور آن بنشینند و با توجه به خواست و علاقه بابا به میهمانی های پرزرق و برق هر هفته این میز همیشه پر از مهمان بود. در گوشه دیگر اتاق ناهارخوری بخاری دیواری بزرگی از سنگ مرمر بود که زمستانها همیشه شعله نارنجی رنگ آتش در آن می‌رقصید. یک در بزرگ کشویی به ایوانی وسیع به شکل نیم دایره باز می‌شد که به حیاتی وسیع و پر از درخت آلبالو مشرف بود. بابا و علی در باغچه کوچکی گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و یک ردیف ذرت کاشته بودند که ذرت‌ها هیچ وقت به درستی بار نمی‌دادند. من و حسن اسم آنها را گذاشته بودیم بلال‌های بیدندان. خانه مستخدم‌ها در قسمت جنوب باغ در سایه یک درخت ازگیر ژاپنی قرار داشت و کلبه‌ای محقر و ساده بود که حسن و پدرش در آنجا زندگی می‌کردند. در همین کلبه بود که در زمستان سال 1964 حسن به دنیا آمد. درست 1 سال بعد از آن که مادرم مرا به دنیا آورد و سر زار رفت. در آن 18 سالی که من در آن خانه زندگی کردم فقط چند بار به خانه حسن و علی رفتم. وقتی که خورشید در پشت تپه ها غروب می‌کرد، من و حسن که از سپیده صبح تا سیاهی شب بازی کرده بودیم هر یک به سمت خانه‌های خود می‌رفتیم. من از کنار باغچه‌های گل رز به عمارت بابا می‌رفتم و حسن به همان کلبه کاهگلی که در آن به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده بود می‌رفت. آنطور که به یاد دارم کلبه‌ای محقر و تمیز بود که شبها با 2 چراغ گردسوز روشن می‌شد. 2 تا تشک در طرفین اتاق روی یک قالیچه نخنمای حراتی پهن شده بود و یک سپایه و یک میز چوبی در کنج اتاق به چشم می‌خورد که حسن در روی آن نقاشی می‌کشید. دیوارها لخت بود و فقط یک دیوار کوب
در گوشه ای آویزان بود که بر روی آن کلمه الله اکبر منجوق دوزی شده بود که بابا آن را در یکی از سفرهایش به مشهد برای علی خریده بود. در همین کلبه بود که صنوبر مادر حسن در یک روز زرد زمستانی در سال 1961 او را به دنیا آورد، در حالی که مادر من بلافاصله بعد از زاییدن من در اثر خونریزی شدید مرد. مادر حسن یک هفته بعد از زاییدن او آنجا را ترک کرد و رفت. بیشتر افغانها این نوع رفتن را بدتر از مرگ می‌دانند. او با گروهی آوازخوان و رقاصه دوره‌گرد فرار کرد. حسن هرگز از مادرش حرفی نمیزد، انگار که اصلا مادری نداشته است. من همیشه از خود میپرسیدم که آیا حسن به مادرش فکر میکند؟ آیا خواب او را میبیند؟ آیا هیچ از خودش میپرسد که مادرش چه ریختی است و کجاست؟ آیا مشتاق است که مادرش را ببیند؟ آیا او هم مانند من دلش برای مادرش پر میزند؟ یک روز من و حسن داشتیم برای دیدن یک فیلم جدید ایرانی به سینما زینب می‌رفتیم. یک راه میانبر را که از وسط سربازخانه کنار مدرسه راهنمایی استقلال می‌گذشت انتخاب کردیم. بابا این راه میانبر را برای ما قدغن کرده بود، ولی آن موقع بابا و رحیم خان به پاکستان رفته بودند. بنابراین از روی حصار دور پادگان پایین پریدیم و از نهر کوچکی جست زدیم و به قطع زمین خاکی بیدرختی رسیدیم که پر از تانک‌های درب و داغون و خاک گرفته بود. چند تا سرباز در زیر سایه یکی از تانک‌ها نشسته بودند و در حین سیگار کشیدن ورق بازی می‌کردند. یکی از آنها تا چشمش به من و حسن افتاد با آرنج سغلمه‌ای به سرباز کنارش زد و به حسن اشاره کرد و فریاد زد: آهای پسر، با تو هستم، من میشناسمت. ما قبلا او را ندیده بودیم. مردی بود خفل با کله تراشیده و تحریش سیاه. از نوع نگاهش و نیشخند زدنش ترسیدم. یواشکی به حسن گفتم بیا زود از اینجا برویم. سرباز فریاد کشید: هی، با تو هستم، هزاره ای، وقتی با تو حرف میزنم به من نگاه کن. سپس سیگارش را به بغل دستیش شد و با انگشت شست و سبابه دست چپش حلقه‌ای درست کرد و انگشت سبابه دست راستش را چند بار توی آن حلقه فرو برد و بیرون آورد و گفت: من مادرت را میشناسم. میدانستی؟ خیلی هم خوب میشناسم. یک دفعه او را بردم پشت آن نهر. همانجا سربازها خندیدند. یکی از آنها صدای جیغ مانندی از خود درآورد. به حسن گفتم برو، زود برو. همان سرباز که نیشخند میزد و با دستش آن حرکت را انجام میداد گفت عجب تیکه‌ای بود و چه هیکلی داشت. بعد که به سینما رفتیم و فیلم شروع شد صدای حقحق گریه حسن را از صندلی بغل شنیدم. اشک روی گونه‌های او سرازیر شده بود. دستم را به دور شانه‌هایش انداختم و او را به خود چسباندم. حسن سرش را روی شانه‌ام گذاشت. زیر گوشش گفتم تو را با یکی دیگر اشتباه گرفته بود. مطمئنم اشتباه می‌کرد. از دیگران شنیده بودم که وقتی صنوبر گریخت هیچ کس تعجب نکرده بود. هنگامی که علی حافظ قرآن با صنوبر که 19 سال از او کوچکتر بود ازدواج کرد، همه ابرو بالا انداختند، زیرا صنوبر زنی خوشگل و هرزه بود که در بدنامی و بی‌آبرویی شهره خاص و عام بود. او نیز مانند علی از قوم هزاره و شیعی مذهب بود و در ضمن دختر عموی او. از همین رو نخستین انتخاب طبیعی او برای ازدواج به شمار می آمد. اما جز این آنها هیچ گونه وجه اشتراکی با یکدیگر نداشتند. به ویژه از نظر وضع و ظاهر شایع بود که چشمان سبز و درخشان و صورت جذاب صنوبر مردهای زیادی را به وسوسه گناه میانداخت، در حالی که عضلات قسمت پایین صورت علی دچار فلج مادرزاد بود و او حتی نمیتوانست لبخند بزند و همین امر موجب آن شده بود که همیشه قیافه‌ای عبوس و اخمو داشته باشد. در واقع هیچ کس نمیتوانست بفهمد که علی شاد است یا غمگین. فقط چشم‌های میشی بادامی شکل او بود که در خوشحالی برق میزد و از غصه پر از اشک میشد. این حرف که میگویند چشم دریچه روح است شاید بیش از هر کس در مورد علی صدق میکرد، چرا که احساساتش فقط از طریق
چشمانش بروز می‌کرد. شنیده بودم که با ناز و ادا راه رفتن صنوبر و اشوه و کرشمه او هر مردی را از راه به در می‌کرد. اما بیماری فلج اطفال پای راست علی را معلول کرده و در بدنش جز پوست و استخوان چیزی نداشت. یادم می‌آید 8 ساله بودم که روزی علی مرا با خودش به بازار برد که نان بخرد. من زمزمه کنان پشت سرش راه می‌رفتم و سعی می‌کردم ادای راه رفتنش را درآورم. او پای استخوانی‌اش را همچون چوب جارویی بر روی زمین می‌کشید و هر بار که پای معلول خود را بر روی زمین می‌گذاشت بدنش به طرز عجیبی به یک طرف کج می‌شد. این موضوع که در هر قدم کله پا نمی‌شد واقعاً معجزه بود. همین که ادایش را درآوردم پایم پیچ خورد و نزدیک بود توی جوی آب بیفتم. این کار باعث خنده‌ام شد. علی برگشت و دید که دارم ادای راه رفتن او را در میآورم، اما چیزی نگفت. نه آن لحظه نه هیچ زمان دیگر، فقط به راهش ادامه داد. صورت علی و طرز راه رفتن او موجب وحشت بچه‌های کوچک همسایه میشد. اما مشکل اصلی بچه‌های بزرگتر بودند. آنها توی خیابان به دنبالش میافتادند و وقتی که شل میزد مسخره‌اش میکردند. بعضی‌ها صدایش می‌زدند لولو خوره، لولو خورخوره. با جیغ و خنده فریاد می‌زدند آهای لولو خورخوره، امروز کی رو خورده ای؟ لولو خورخوره پخ دماغ. علی و حسن را به خاطر قیافه مغولی هزاره‌ایشان پخ دماغ صدا می‌زدند. من تا مدت‌های مدید فقط همین را از هزاره‌ای‌ها می‌دانستم که از تبار مغول‌ها هستند و کمی به چینی‌ها شباهت دارند. در کتاب‌های درسی مطلب زیادی راجع به آنها نوشته نشده و فقط به طور مختصر به اجداد آنها اشاره‌هایی شده بود. بنابراین یک روز به اتاق مطالعه بابا رفتم و کتاب‌هایش را جستجو کردم و یکی از کتاب‌های تاریخ قدیمی مادرم را یافتم. نویسنده این کتاب یک ایرانی به نام خرمی بود. گرد و خاک روی کتاب را فوت کردم و آن را شب دزدکی به اتاق خود بردم و از اینکه در آن کتاب یک فصل کامل به تاریخ قوم هزاره یعنی قوم حسن اختصاص داده شده بود شگفت زده شدم. در آنجا خواندم که قوم من یعنی پشتونها با خشونت بسیار هزاره‌ای‌ها را مورد ظلم و ستم قرار دادند. آنها را قلع و قمع کرده از سرزمین خود بیرون راندند و خانه و کاشانه‌شان را به آتش کشیدند و زنهایشان را برای کنیزی فروختند. در این کتاب گفته شده بود که دلیل اصلی سرکوب هزاره‌ها این بود که آنها شیعه بودند و پشتونها سنی. خلاصه در کتاب مطالب زیادی نوشته شده بود که تا آن زمان نمی‌دانستم و معلم‌هایمان نیز چیزی در این مورد به ما نگفته بودند. حتی بابا هم حرفی در این مورد نزده بود. البته مطالبی هم داشت که خودم می‌دانستم، از جمله اینکه مردم هزاره‌ها را موشخور، دماغ پخ و خر بارکش صدا می‌زدند. شنیده بودم که بعضی از بچه‌های محل خودمان حسن را با همین لقب‌های زشت صدا می‌زدند. هفته بعد پس از تمام شدن کلاس کتاب را به معلممان نشان دادم و به فصل مربوط به قوم هزاره اشاره کردم. به طور سرسری چند صفحه از آن را مرور کرد و بعد پوزخندی زد و کتاب را به من پس داد. کاغذهایش را جمع کرد و گفت این جماعت کارشان همین است که خودشان را شهید جلوه بدهند. صنوبر با وجود اینکه از قوم و قبیله علی بود اما در تمسخر کردن او با بچه‌های محل همدست می‌شد. شنیدم که نفرت خود را از ریخت و قیافه علی پنهان نمی‌کرد. دائم ریشخند کنان می‌گفت این شوهر یک خر پیر خیلی بهتر از این قراضه است. آخر سر اکثر مردم فهمیده بودند که گویا این ازدواج قول و قراری بوده است بین علی و عمویش. پدر صنوبر میگفتند علی با دختر عمویش وصلت کرده تا عمویش را از بدنامی نجات دهد. خود علی نیز در 5 سالگی یتیم شده بود و هیچ گونه دارایی یا ارث و میراثی نداشت. علی هرگز آزار و اذیت کسی را تلافی نمی‌کرد. به اعتقاد من دلیلش این بود که با آن پای چلاق نمی‌توانست در پی کسی بدود. شاید هم بیشتر به خاطر این بود که آن حرفها برایش اهمیتی نداشت
و دلخوشی بزرگش این بود که صنوبر برایش حسن را به دنیا آورده بود. زایمانی ساده و بدون دغدغه، نه متخصص زایمانی، نه دکتر بیهوشی و نه تجهیزات پزشکی. فقط صنوبر بود که روی تشکچه‌ای چرک دراز کشیده بود و علی و قابله‌ای که کمکش میکرد. اگرچه کمک چندانی هم لازم نداشت، چون حسن حتی در لحظه تولد نیز ذات بی‌آزار خود را نشان داده بود. چند ناله و چند تا زور و فشار و آنگاه حسن با خنده‌ای بر لب به دنیا آمد. آنطور که میگویند قابله دهن‌لق آنچه را دیده بود به خدمتکار همسایه میگوید و او نیز همه شنیده‌های خود را برای دیگران تعریف می‌کند و بدین ترتیب معلوم می‌شود که گویا صنوبر نگاهی به بچه که در بغل علی بوده می‌اندازد و با مشاهده لب‌شکری او خنده تلخی سر می‌دهد و می‌گوید بگیر این بچه خلوچلت را تحویل بگیر تا هر چقدر می‌خواهی جای تو بخندد. حتی نمی‌خواهد برای یک بار هم شده بچه را بغل بگیرد و درست 5 روز بعد می‌گذارد و می‌رود. بابا همان دایه‌ای که به من شیر می‌داده است پول می‌دهد تا به حسن هم شیر بدهد. علی به ما گفت که او یک زن هزاره‌ای چشمابی بود، اهل بامیان، شهر مجسمه‌های عظیم بودا، و همیشه برایمان تعریف می‌کرد که چه صدای قشنگ و دلنشینی داشت. من و حسن با وجود آنکه می‌دانستیم همیشه از او می‌پرسیدیم که دایی چه می‌خوان، فقط دلمان می‌خواست علی برایمان بخواند. او گلویش را صاف می‌کرد و برایمان می‌خواند. سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. بعد به ما یادآوری می‌کرد که بین کسانی که از یک سینه شیر خورده باشند همیشه برادری برقرار است. نوعی برادری و خویشاوندی که حتی زمان نمی‌تواند آن را از هم بگسلد. من و حسن از یک پستان شیر خورده بودیم. نخستین قدم‌هایمان را در روی یک چمن و یک حیاط گذاشته بودیم و زیر یک سقف اولین کلمات را به زبان آورده بودیم. نخستین کلمه من بابا بود. نخستین کلمه او امیر بود، اسم من. اکنون که به گذشته می‌اندیشم می‌بینم ریشه واقعی که در زمستان 1975 رخ داد و همه رویدادهایی که بعد از آن آمد در همین کلمات اولیه که من و حسن گفته بودیم نهفته است. فصل سوم. مردم میگفتند پدرم یک بار در سرزمین بلوچستان با دست خالی با خرس سیاهی گلاویز شده است. اگر این داستان در مورد هر کس دیگری گفته میشد آن را به حساب لافزنی طرف میگذاشتند. این خصوصیات افغانها در زمینه لافزنی و مبالغه متاسفانه به صورت یک ویژگی ملی در آمده بود. یعنی یک کسی لاف می‌آمد که پسرش پزشک است، به احتمال زیاد بچهش در امتحان زیست شناسی نمره قبولی آورده بود. اما هیچ کس در مورد صحت داستان‌هایی که در مورد بابا گفته میشد شک نمی‌کرد. اگر هم کسی دچار تردید میشد، روی پشت بابا جای 3 تا زخم عمیق و موازی بود که مثل 3 تا خط دندانه‌دار موازی تا پایین کمرش ادامه داشت. گلاویز شدن بابا را با خرس بارها پیش خود مجسم کردم و حتی خوابش را دیدم. توی خواب حتی نمی‌توانستم بفهمم بابا کدام است، خرس کدام. رحیم خان نخستین کسی بود که به بابا لقب طوفان آقا داد. واقعا هم لیاقت چنین لقبی را داشت. پدرم مثل نیروهای قهری طبیعت نیرومند بود. یک پشتون بلند بالای واقعی با ریشی انبوه، موهای پشت مجعد قهوه‌ای رنگ که در یک دندگی همچون خود او بود، دستهایی که میتوانست درخت بید مجنونی را از ریشه بیرون بکشد، چشمان سیاهی که نگاه پرنفوذی داشت و به قول رحیم خان شیطان را به زانو در می آورد تا از او تقاضای بخشش کند. در مهمانی ها وقتی با آن هیکل و قد و قواره 190 سانتیمتری به اتاق وارد می شد، همه به او چشم می دوختند و مجذوب او می شدند، مثل گلهای آفتابگردان که به طرف خورشید می چرخند. بابا حتی وقتی که خواب بود نمیشد او را نادیده گرفت. من توی گوشهایم پنبه میچاپاندم، پتو را هم روی سرم میکشیدم، ولی باز هم صدای خر و پف او که مثل قررش موتور کامیون بود
از دیوارها رد میشد و به اتاق من که در انتهای راهرو بود میرسید. همیشه برایم معما بود که مادرم چطوری میتوانست کنار او بخوابد. از این جور سوالها خیلی داشتم که اگر روزی مادرم را دیدم از او میپرسیدم. در اواخر دهه 1960 که 5-6 ساله بودم بابا تصمیم گرفت یک پرورشگاه بسازد. موضوع را رحیم خان به گوشم رساند. برایم تعریف کرد که بابا با وجود آنکه چیزی از معماری نمیداند ولی نقشه های ساختمان از خودش کشیده است. کسانی که به او شک داشتند اصرار میکردند که دست از لجاجت و حماقت بردارد و کار را به یک مهندس واگذار کند. البته بابا نپذیرفت و همه به خاطر یک دندگیش نگران شدند. ولی سرانجام نقشه بابا صحیح از کار درآمد. آنگاه همه به خاطر موفقیتی که به دست آورده بود با شگفتی و احترام در مقابل او تعظیم کردند. بابا همه هزینه ساخت یتیمخانه 2 طبقه را که نزدیک جاده اصلی میوون در جنوب رود کابل قرار داشت خودش پرداخت. رحیم خان گفت که بابا خودش به تنهایی تمام هزینه‌ها از جمله حقوق مهندسین، سیمکش‌ها، لوله‌کش‌ها و کارگران را بر عهده گرفت و از هیچ یک از مسئولین شهرداری که باید سبیلشان چرب میشد چیزی نخواست. ساخت یتیمخانه 3 سال به طول انجامید. آن موقع من 8 ساله بودم. روز قبل از افتتاح یتیمخانه را به خوبی یاد دارم. بابا مرا با خودش به دریاچه غرقه واقع در چند کیلومتری شمال کابل برده بود. به من گفت بروم دنبال حسن و او را نیز بیاورم. ولی من به دروغ گفتم که حسن برای بادبادک بازی رفته است. دلم میخواست بابا فقط مال خودم باشد. به علاوه یک بار من و حسن کنار دریاچه غرقه به بازی مشغول بودیم و به سطح دریاچه سنگ میانداختیم. سنگ حسن 8 بار روی آب خورد و بلند شد. ولی سنگ من با همه سعی و تلاشی که کردم فقط 5 بار به سطح دریاچه خورد و بلند شد. بابا آنجا بود و تماشا میکرد و به قصد تشویق چند بار به پشت حسن زد و حسن و حتی دستش را روی شانه های او گذاشت. لب دریاچه روی نیمکت چوبی نشستیم. فقط من و بابا بودیم و تخم مرغ پخته و ساندویچ کوفته خوردیم. آب دریاچه آبی بود و پرتو خورشید بر سطح صاف آینه مانندش می‌درخشید. جمعه‌ها خانواده‌های زیادی برای تفریح به کنار دریاچه می‌آمدند، اما آن روز وسط هفته بود و فقط من و بابا بودیم و چند تا جهانگرد با موها و ریش‌های بلند که به آنها هیپی می‌گفتند لبه اسکله نشسته بودند و پاهایشان را توی آب آویزان کرده بودند و قلاب ماهیگیری در دست داشتند. از بابا پرسیدم چرا اینقدر موهایشان بلند است، ولی بابا غرولندی کرد و پاسخ نداد. مشغول آماده کردن متن سخنرانی خود برای روز بعد بود. دست نوشته‌هایش را با شتاب ورق می‌زد و اینجا و آنجا چیزهایی را با مداد یادداشت می‌کرد. تخم مرغ خود را گاز زدم و از بابا پرسیدم. پسری توی مدرسه به من گفت که اگر آدم تکه پوست تخم مرغ بخورد آن را دفن می‌کند. راست می‌گفت؟ بابا دوباره زیر لب خورد. نان و کوفته خود را گاز زدم. یکی از جهانگردهای موزرد خنده‌ای کرد و ضربه‌ای به پشت دوستش زد. در دوردست‌ها آن طرف دریاچه کامیونی زوزه کشان پیچ تپه‌ای را دور می‌زد. نور آفتاب از آینه بغلش منعکس شد. به بابا گفتم فکر کنم سرطان گرفتم. بابا سرش را از روی برگه‌های کاغذ که در زیر وزش نسیم ورق می‌خورد بلند کرد و گفت می‌توانی خودت بروی نوشابه را بیاوری؟ و من هم تنها کاری که کردم این بود که به سراغ صندوق عقب ماشین رفتم. روز بعد در ساختمان پرورشگاه صندلی برای نشستن کم آوردند. عده زیادی از مردم مجبور شدند آن مراسم افتتاحیه را ایستاده تماشا کنند. باد می آمد. من پشت سر بابا در روی صندلی کوچکی جلوی درب ورودی اصلی ساختمان نشستم. بابا کت و شلوار سبز رنگی پوشیده بود و کلاهی از پوست قره گل به سر گذاشته بود. وسط سخنرانی باد کلاهش را انداخت و همه خندیدند. بابا به من گفت که کلاهش را نگه دارم و من خیلی خوشحال شدم چون همه می‌دیدند که او پدر من است. بعد به طرف میکروفون برگشت و گفت امیدوارم این ساختمان محکم‌تر از کلاه من باشد و همه دوباره زدن زیر خنده. سخنرانی بابا که به پایان رسید همه از جا برخاستند
و برایش دست دادند و هورا کشیدند. مدتی طولانی کف زدند و با او دست دادند. بعضی از آنها به موهای من دست کشیدند و با من دست دادند. به بابا و خودم چقدر بالیدم. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشین. البته خب این کتاب خیلی طولانیه و داستان جالبی هم داره. اگر از روایت و نثر این کتاب در مجموعه ادبیات جهان خوشتون اومده، میتونید این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.